السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، در اینجا درس لغت عربی هست. در نزد ما معلوم است که در اینجا الحمدلله که خیلی برادران اشتراک میکنن مدت چند کشید. درس لغت عربی الان بعضی مثال ها آورده می شود، اون مثال ها را ترجمه کرده میشه تحت لفظی. بعد از ترجمه او انشاءالله بعد اونها را هر یک کلمه شو با کم کمک مثال های کوتاه میاریم. درس خیلی درس کوتاه هست و مستفاد هست. خیلی انشاءالله استفاده میکنین. متوجه باشین که یکم مثال هایی که کلمه هایی که کوتاه بسیار ضرور هستن همه را میاریم. متوجه باشین در اکران نوشته شدگی هست. یکم کلمه ثورون گفته خمون بقره میگیم، یکی برزگو بقه میگیم کو همه خیلی. دیکون خروز می شود. کلبون سگ. چه در سوره کهف اومده است، در آیات قرآن بسیار کلب چند بار ذکر شده هست. فرسون اسب. مهرون تای میگیم، خب تایچش میگیم، تایش میگیم، خیلی مهرون میگن شه. یصیحو صراخ میزند، داد میزند. بقرتون گو. در سوره بقره گو چه بنی اسرائیل بسیار اومدگی هستند درباره بقره بحث کردن. عجلون گفته گوساله را میگن، یکی گوساله گوی میده. یرکدو حرف دات هست. یرکدو به معنی که میدود. دجاجتون مرغ میشه. انا من می شود. انت تو می شود. هو آن میشه یک مردک. هو آن یک مردک در نزد ما نیست هست. اگر زنک باشه هیش میگیم، مردک باشه هوش میگیم. اینو گذشتی مالکه. متا کی، کدام وقت کی میشه. متا تأتی مثلا کی میایی. متا تشرب کی می نوشی، مثلا متا کی میشه. من از میشه. خرجت من الفصل یعنی که برآمدم از فصل. مثلا اخرج ببرو یعنی که بیرون برو. دیگه اخرج صیغه امر است. مالک امر گفته گذشتگی هستیم. باید ان شاءالله که برادران که در اشتراک کرده هستند باید بشناسن کلمه را ان شاءالله. انا که همین ها را مثال هاش میاریم ان شاءالله. همین کلمه هایی که از گفتیم الان مثال هاش میاریم. کوتاه کرده. یکم هو تلمیذون، اون شاگرد هست. انا معلمون، من معلم هستم. انت تلمیذون، انت چی تو شاگرد هستی. یکی تلمیذون شاگرد هستی. یکی انت تلمیذتون بگه میشه تو یعنی که دخترک شاگرده هستی. این خیلی میشه. الفرسو یرکضو، اسب میدود. این المهر در کجا هست. تایچه نگی. الدیک یصیح و خروز صراخ میزند، فریاد میکند. این الثور در کجا هست. بقعه یکم برزگو. متى تقرأ کی میخونی. متى تقرأ کی میخونی، کدام وقت میخونی. ارکض یا سعید. ارکض معنی که بدو ای سعید. اخرج من الفصل، بیرون شو ببرو از فصل، از صنف. انا اکتب، من می نویسم. هو یصیح، اون داد میزند، فریاد میکند. هو یعنی که اون مردک. هو برای اگر خمون گذاشتیم که چه که برای مرسکایش میگه مردانگی میشه که هو یصیح بگوی اون خروز داد میزند، اون بچه داد میزند، اون مردک داد میزند. این همش تغری میگیرد. المهر یرکض فی الدار. المهر یعنی که تایچه میدود. فی الدار در حولین. دار حولی می شود، بیت خانه می شود. این چیزها را علاقه گذاشتیم. این یک درس کوتاه بود در لغت عربی. ان شاء الله که الله راضی باشه بود در درس آینده ما به خاطر این درس کوتاه کردیم که تا اینکه برادران را درسشون سبک باشد و اون درسایی که 18 دقیقه و 19 دقیقه میکردیم از اون کرده این بهتر گفته و به خاطر ما کوتاه کردیم. و ان شاء الله کلماتش حفظ کنین، از یاد کنین که تا اینکه شد در درس آینده آسان شه برای ما.